همش خب آره. آقای زنگی جانم. یه چالش برات دارم. بفرما. اگه تونستی همه این میله ها رو فقط با تشخیص صداشون درست بگی، حقوق 1 سالم واسه تو. ولی اگه حتی یک دونش رو اشتباه بگی، حقوق 1 سالم رو 1 روزه ازت میگیرم. قبوله. قبوله؟ بله قبوله. پس بزن بریم. یه چشم‌بند لطفاً علی آقا داری؟ چشم‌بند بله. چه چالش جالبی. خوبه؟ کمه. من نمیبینم واقعا. خیلی کمه. کار از محکم کاری عیب نمی‌کنه. باشه. این چطوره؟ بدک نیست. بدک نیست؟ میخوای کیسه بکشی؟ عالی میشه. کیسه هم داری؟ ولی خوبه. خدایی نمیبینم. مثل اینکه نمی‌بینی. واقعا نمیبینم. بریم؟ مینیمال اورجینال سوئیسی. سرخ. مینیمال سرخ. ایرانی. مینیمال ایرانی. توکار رویال. همون. نه داری منوز کردی. مینیمال اورجینال ترک. واقعا؟ بله اینم توکار HD. تموم؟ نه چه عجله داری؟ ریل مینیمال تره ترک. سفارش ایران ساخت چین. خب حالا من گفتم اسمشو بگو. کامل اسمش. نیاز نیست ولی. به صداش اومد. مینیمال فلت اورجینال پلاس. جذاب زیبا. تموم؟ نه عجله داری. شوخی داری با من دوباره؟ یعنی سوئیسیه. فهمیدی؟ بله. یه آخری هم مونده دیگه تموم میشه. ریل معمولی با سر ثابت. آره. چه کاریه؟ باختی. قبول داری باخته تو؟ نه راست شو بخوای. حالا این میخوای بهت یاد بدم همه این ریل ها یه امضای اختصاصی دارن که کاملا چشماتم بسته هم باشه میتونی متوجه بشی. در واقع من با گوشام میبینم. شما که باختی. حالا میخوام از بچه ها بپرسم اگه شما فکر میکنی سحر خانوم باخته بگو سحر خانوم حقوق تو بده. اگه دوست داری یه بار دیگه از این چالش ها بری بنویسین یه بار دیگه.